در این ویدیو مستر بیست اومده جعبه های اسرارآمیز رازآلود سفارش داده بچه‌ها، از $100 تا $1,000,000. تو جعبه آخری فقط ببین که چی هست و کودتا میشه. خودم واقعا مشتاقم برم ببینم داخلش چیه. فقط قبل اینکه ویدیو رو سریع بریم ببینیم، حمایت را یادتون نره، لایک و کامنت و سابسکرایب. بریم با هم دیگه این ویدیو رو جذاب با هم دیگه داشته باشیم. Are you ready؟ این بزرگترین جعبه راز جهانه و همچنین این یکی جعبه رو من $5,000 خریدمش. بسیار مرموزن. این یکی جعبه $10,000، این یکی $25,000 و این یکی $100,000. همه این تمام این جعبه های اسرارآمیز اینجا بیش از $500,000 ارزش داره و ما تک تک اینا رو باز میکنیم. با این جعبه $100 شروع میکنیم. این داخلش چیه؟ نگاه کن، بیا ببینیم داخلش چیه. آجیل مرا بول کن. این دیگه چیه؟ که بوی آجیل میده. آجیل طبیعت. یکی آجیل بهش دادن. آجیل واقعا من اگه بودم داغ میکردم واقعا. $100 هم خب خیلیه، میشه 7-8 میلیون تومان. آره. این یک جعبه مرموز $300 و کارل همانجا یک جعبه $400 رو داریم نگاه میکنیم. شروع کنید. شما حدس میزنید داخل اینا چی میتونه باشه. واقعا مرموزن، با سرعت بالایی دارن بچه‌ها بازشون میکنن. بابراس حساری بچه‌ها یه لحظه صبر کنید. جعبه مرموز $300 مجموعه بابراس. حالا $400 چیه؟ اگه دوست دارید این مجموعه داشته باشید حتما به ما پیامک بدید، ما اینو به شما ارسال می‌کنیم. منتظر جعبه $250,000 انتهای ویدیو باشید. من نمیتونم تا انتهای ویدیو صبر کنم. این یک جعبه اسرارآمیز $500. اینو من هدیه میدم به مادرت. عجیبه من همیشه به مادرت هدیه میدم. چه گیری دادن به مادر کارل. کارل هم البته بچه‌ها خیلی باجم. من خودم به شخص توی اکیپ مستر بیست کارل خیلی دوستش دارم. واقعا مادر خوبی داری. خب مادر چی گرفت؟ اوه مای گاد هدفون. اوه شرمندم. اینو پس میگیرم. آقایون بذاریدش همینجا. دقیقاً. آره بیاین ببینیم داخلش چیه. این جعبه $700. اوه خدای من. اینجا یه چاقو است. زونم کم شده انگار. اوه کریس. این چیه؟ این همه سس چیکل فایل اینجا چه کار میکنه پسر؟ این جعبه واقعا $700. تا اینجا واقعا زدال بوده، یا سس داده یا مربا یا شم یا آجیل داده. خب تا اینجا همش ضرر شد، نمیارزه. 2 روز فاسد میشن. خب مجبور نیستی بخوری، برو بخر. همینجا من به شما توصیه میکنم هیچ موقع جعبه مرموز نخرید. همان شرکتی که این جعبه $100,000 رو برای ما درست کرد و یک جعبه $500,000 رو برای ما ساخت، $250,000,000 خیلی پول بچه‌ها. بی خیال. حالا به سراغ جعبه $1,000. وقتی بالای $1,000 میگیرید دیگه کارتون نیست، همشون توی جعبه است. به نظرت چطور باید بیاریمش پایین؟ من نمیتونم تحملش کنم. قلش بدین. بچهای تیم من واقعا گشاد هستن. بچه‌ها تیم هم واقعا کشال هست. ایرانی طوری گفت واقعا جیمی. پسر نگاه کن، یعنی چی میتونه داخلش باشه؟ کلوچه. من عاشق کلوچم. خدای من. کارل جعبه داره خراب میشه رو کلوچه مربا کلوچت خدا من دارم داغ میکنم. مستر بیست جیمی پول داده، من اینجا دارم هرس میخورم. کلوچه همه پول بده کلوچه بگیری تو. مواظب باش پسر. واقعا عجیبه چجوری $1,000 کلوچه خریدن. جعبه اسرارآمیز بعدی ما اینقدر حجیم بود که مجبور شدیم با لیفتراک آن را جابجا کنید و بنا به دلایلی کارای پشت لیفتراک نشست. نگاه کن، تو این جعبه ماشین برقی برای من و بچه هاست. سوار شید. گاز بده. این یک جعبه $2,500 که به معنای واقعی کلمه هزینه جعبه اسرارآمیز غول پیکر و همچنین اندازه آن این چیزی است که اینجا شما میبینید بسیار بزرگه. نگاه کنید چه باحاله، ستاره است. نمیدونم داخلش چیه. خب کتونی. کفشای کتونی داخلش گذاشتن. من واقعا به این کفشا احتیاج داشتم. نگاه کن، اونا سفارشی اسم همه ما رو. حالا باز خوبه، باز حالا کفشم یه گوشه دل اون میشه گذاشت، ولی آخه سس مایونز کتونی حالا هک کردن. بیا این مال توه. من به این شرکت ها اعلام کرده بودم که ما اینها رو سفارش دادیم و اونا اسم ما رو هک کردن. رفیق ترکیب سووریون و لوویلیتی یک یادداشت اونجاست. من خواستم این کفشا برای شما یادگاری بماند. این دیگه چه شعر بره میگه. برو بابا. شوخی کردم، دمتون گرم. حالا جعبه اسرارآمیز $5,000 یعنی چی میتونه باشه؟ تنها چیزی که به دست آوردیم این اکشن فیگور بود که قیمتش $350. جعبه بعدی $300 فقط برای خدا. مستر بیست من اینجا دارم انگار من جیبم پول دادم.
این جعبه اسرارآمیز 9000 دلاریه که اتفاقا قیمت عجیبی هم داره پسر. چرا خب قیمتش رو ران نکردن 10000 دلار؟ برای باز کردنش چند تا کلنگ من آوردم. این جعبه هایی است که من واقعا لذت میبرم از باز کردنشون، چون این جعبه ها به اندازه هوندا سیوکل بزرگ هستن. پس لطفا مراقب باشید. همینه. آرام باشید حیوانان، آرام باشید، آسیب نبینه. خب این دیگه واضحه، یک جام مقدس. بچه یه سوالی که حالا شما اگه اطلاعات بیشتر دارید اینو به من بگید که این اعضای تیم مستر بیست و جیمی اینا خودشون هم یوتیوبرن، یعنی کانال شخصی دارن یا همشون مشترکین توی کانال جیمی ان مستر بیست؟ اینو حتما به من بگید. اوه خدای من، این یک پوستر دوینگ از لبرونه. آیا لبرانو میشناسید؟ امضاش کرده پسر. جیمز لبران. نگاه کنید، علاوه بر پوستر یک توپ امضا شده و همچنین پیراهنی که باهاش مسابقه داده در اینجا و قیمت 8500 ارزش داره. یه جورایی سرمون کلا رفت. این جعبه از این 10000 دلار ارزش داره و همینطور این جعبه با اینکه اندازش نصف اونه، ولی من نمیدونم چرا قیمت این کمتر از اونه. فقط یه چیزی که قیمت بیاد دستتون 10000 دلار میشه بچا 600 میلیون. همین. شما کدومشون انتخاب میکنید؟ من اینو میخوام. همینه. من از شما سه تا میخوام برید داخل همون وایسی. اما اینجا بو میده. برید دیگه، نخ نزنید دقت. این خواهر کریسه، برادر کارل و برادر چندلر. برادراتو تو هموم حبس کردم، دیگه بهشون توجه نکن. اونا میخواستن این جعبه اسرارآمیز 10000 دلاری رو انتخاب کنن. چندلر این یکی، زک اون یکی، کریس این یکی رو انتخاب، شان کارل کوچولو این انتخاب کردن. علیه. همگی حواستون باشه اینا بسیار گرون هستن و هر چی داخل ایناست مال شماست. از خودت باز کردی ببینم چیه؟ PSA 7 چیرزار. خوبه که بچه این جوایز رو میبخشه به خود اعضا و میبخشه به اون کسایی که سابسکرایب کردن کانالو. به کار خودش نمیاد، خودش دیگه اینقدر داره که جا نداره نگه. پسر این واقعا مسخره بازیه. در جعبه اسرارآمیز 10000 دلاری زک چیه؟ خدای من اینا دیگه چیان؟ نگاه کن، وسایل آتش بازی ان. پسر پس از باز کردن جعبه 250000 دلاری این آتش بازی ها رو استفاده میکنیم. در حمام قفل بود اما اونا در نهایت در رو شکستن و ما رو غافلگیر کردن. این خیلی فضول و بروجه که این کارل. دوستش دارم، واقعا دوستش دارم. منم مادرت دوست دارم کارل. سب کن، این خواهر منه. خواهر تو اینجا چه کار میکنی؟ خدای من، این یه دستکش رباتیکه. این تو داخل جعبه است، خیلی جالبه. خب این جعبه 25000 دلاریه، واقعا با ارزشه. نگاه کن، این سامه. سلام سام. واقعا من 25000 دلار برای این جعبه مرموز پول پرداخت کردم و شما میتوانید هر چیزی را که درون اون هست واسه خودت نگه داری. ایول جیمی ایول. چه لهجه هم داره، رشتی حرف میزنه. سامی بود چی بود؟ رشتی. ایول. سنگین باش. به نظر تو داخل این چی میتونه باشه؟ فقط بده من بروم. به نظرم یه ماشین اسب بازیه یا شاید هم یه تخت بچه. خب بازش کنیم تا بفهمیم چیه. این دیگه چیه پسر؟ همشون ریختن بیرون. این یک راه انداز بازیه، خیلی جالبه پسر. من از سری بازی های ایکس باکس 360 سیستمی ندارم. 1 2 3 4 5 تا سیستم کامپیوتری نهایی داری تو. سیستم پک کامل گیمینگ 5 تا کیس. چه خرشانسیه آدم رشتی، چه خرشانسیه. من اصلا میتونم از کامپیوتر استفاده کنم. بین محاسبات ما در اینجا این سیستم ارزشش بسیار بالاست. 30 تا 40000 دلار ارزش داره. پسر تو سود کردی. این شانس ماره نگاه. برای جعبه 50000 دلاری قرار متفاوت انجام بده. در واقع به شرکت دریم 50000 دلار پول دادیم تا این جعبه رو برای ما پر کنه. الان دارن میان اینا. به معنای واقعی کلمه تنها چیزی که تو این جعبه دریم نیست، شرکت جعبه های رمز و راز بسیار زیادی میسازه و من به شدت دوستشون دارم. اینو به شما دروغ نمیگم، ولی از طرفدارای پروپا قرص این جعبه هستم و من اینو به شما سابسکرایبیا هدیه میدم. امیدوارم که بدشانس نباشید. الکس هر چیزی که تو این جعبه است مال خودته، فقط امیدوارم که خوشحال بشی. امیدوارم همینطور باشه. خب ما میریم داخلش. الکس بیا همراه من، بیا. خب بیا جعبه رو باز کنیم. خجالت بکش الکس، با هیکل اندامه جو بابل بابو میپری بالا پایین. سنگین باش، رنگین باش جلف. شروع کن. داخل جعبه رویایی ما چیه؟ لعنتی نگاه کن. اینا دیگه چیه؟ واقعا جالبه، چیزای عجیب غریبی من اینجا میبینم. اسلش ماشین، اینا دیگه چیه؟ تیر کمون، نگاه کن، شبیه ماشین بتمنه پسر. نگاه کن.
تو این کیف $10,000 پوله و اگر وقتی کانال ما رو شما باز کردید اولین مشترکی بودید که ما رو سابسکرایب کردید و ما اینو میتونیم به تو هدیه بدیم. پس من $10,000 با یه ماشین و یه کوره مودمی دریافت کردم. چیه؟ بریم سراغ جعبه بعدی. آدم به نظر تو این جعبه چی میتونه باشه؟ من چیزی ندارم ولی بسیار بزرگه. این یک جعبه $100,000 پسر و واقعا با ارزشه و من محض اطلاعتون $100,000 میشه 6 میلیارد. پیشنهاد برای شما دارم. این یک کیسه پر از $25,000 پوله. حالا میخوام بدونم تو این $25,000 میخوای یا این جعبه $100,000 رو انتخاب کن. من جعبه رو انتخاب میکنم. آره همین بزرگه. آره امیدوارم بعد از باز کردن جعبه عصبی نشی چون تو یکی از جعبه ها فقط کلوچه بود. نه من به این ایمان دارم. پس بریم بازش کنیم. حالا میبینیم داخلش. نگاه کن یک جعبه توی جعبه دیگه. این واقعا عجیبه. این دیگه رو حسابی میکنه. خب این آدم را بذارم ساری بازش کن. خب حالا لحظه حقیقت فرا میرسه. صبر کن کریس صبر کن. این یعنی چی میتونه باشه؟ نگاه کنید بچه ها بازش کن. خیلی بعیدانه دیگه همه رو میخواد. نگاه کن. چیه؟ صندلی و بخچه و قابل سرویس پک آشپزخونه بهش دادن. چه خوشحالم است. اینو بهتر چیه زیاد که من گرفتم. بشه با همیشه دنبال جف اسمی بودم. خدا رو شکر. به نظرم اون فهمیده اینا چی هن. رفیق. آره کریس دیمون اسلایر PS5. مبارک باشه خوش شانسی ها. اسکوله من $25,000 جیمی رو به شما پیشنهاد میدم. بعد پیشنهاد شما واقعا به پولا عوضش کنی پسر. تو دیگه کی هستی؟ همه رو میخوام. آره بیا اینم پولا. الان من ماده اینو بگیرش. برقم پولا. اینا چرا ساوک بازی در میانن؟ پول شادم اثر پول جوریه. شاید خود منم پول یکی بهم جور بده ساوک بشم. اثرات پول بچه. باش بیا تو مگه میخوای بیا بگیر اینا رو. چه کار میکنه این پسر؟ خب حالا وقت اون رسیده جعبه $1,000,000 رو بازش کنیم و این لحظه حساس رو با شما به اشتراک میذارم. این جعبه مربوط $250,000 ارزش داره و اما جعبه $1,000,000 محض احتیاط چرا محض اطلاعتون بگم میشه 20 میلیارد ناقابل. قدر بزرگه که توی استودیوی جدا ما اون آوردیمش. چراغا رو روشن کنید بچه‌ها. همه رو بیارین که توسط شرکت MFCS تدارک دیده شده. فکر میکنید داخل این چی میتونه باشه؟ محتویات این جعبه طی 2 ماه از سراسر کشور جمع‌آوری شده و خدمت شما ارسال شده. اونجایی که من میدونم بزرگترین و گرونترین جعبه رمز و راز جهانه و همچنین مرموزترین. من نمیدونم داخلش. اول دمش گرم بچه‌ها. هر ویدیویی هم که مستر بیست دیدیم یه رکوردی رو داخل شکسته. بزرگترین جزیره، بزرگترین مستری باکس داره رکوردار هم میشکنه. خب حالا 3 2 1 بکشیدش بچه‌ها. خب ما الان میکشیمش. بسرا مواظب باشید. آره همه با همزمان با هم دیگه. خدای من. اینجا رو کن. این یک تراکتور این بدشانسیه که لامبورگینیه. خدای من نمیتونم باور کنم. باور رفت تو چشم. صبر کن این یک لامبورگینی تراکتوریه. لامبورگینی اول با یه تراکتور شروع کرد. بسیار جالبه. من تراکتور در کنار لامبورگینی. یه لامبورگینی هم بود کنارش. نمیدونم اینا از چی عصبانی شدن. این یک لامبورگینیه اون تراکتور. این دمنده های باد اینجا چه کار میکنه؟ بچه دقت کنید لامبورگینی کنارش. اینا دارن اینا با تراکتور بازی میکنن. یعنی لامبورگینی به چش اینا نمیاد واقعا. پسر خیلی جالبه. خوشم اومد. روشنش کردم. واقعا صدای خوبی داره بچه. همین فقط روشن کرد گفت صدای خوبی داره. البته لامبورگینیش بچه انگار یه جورایی طرح قدیمی بود. من مثل مستر بیست پول ندارم که بچه ها به شما اینقدر پول بدم، ولی بسیار همین که در قلب منید، شما رو دوست دارم، همین واسه من کافیه. شما خانواده من هستید. لطفا منو حمایت کنید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. بسیار دوستتون دارم. کچیو لیتر.